تولد دوباره فکر مطمئنی؟ کام آزادت کنم. به شیطان جلوتو بایسته اونو بزنه سجدت کنی. آی بزن. فقط سری قبل نشد یه عکس با هم دیگه بگیریم. سلام. خیلی خوب باشه اصراری نیست. میافتم تو کومایی بمیرم. میزنه آجی دیوونه. چرا سیگنال سیگنال نداره؟ آقای قزنفر اون بالا پشت بوم داره برا من گنجش دون میده به جای که سیگنال درست کنه. میرفتم بالا قزنفر بیشرف مردی 80 سالشه نمیفهمه. چی؟ دست این بچه من یه روز بگیرم تک تک رو استغفرالله. به سلام پسرمون. به آقا یوسف گل خوش اومدی. به 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 آقا جان اون اسم چی بود قرار بود بدی فدراسیون که اگه منو گذاشتم بیام توی ذخیره تیم ذخیره اون چیزو اصلا الان جلو خودت می‌نویسم داداشم. بچه ها یه دیوونه بذار اینجا بنویسم. بابا دمتم گرم و اینکه من روز تولدتو یادم نرفته هنوز پسرم. آقا این توپه رو ما برای شما کادو خریده مبارکتون باشه جایزه منه به شما. بابا دمت گرم راضی به زحمت نبودیم. همون گوشه بذارش من برم دشوری الان میخوای بری؟ آخه تو رو دیدم اظهار شد چیز یعنی دشوری میره و برم دشوری. برو بیشرف برو
دارم یکم تخلیه فشارم بکنم. دمت هم گرم که پا آوردی. خاموش شو. برم دستشویی. دمت هم گرم. جدی بزنم صدام گرفت. سلام سیبی ابهتم نمی. آب بیارید برام. آب تو برم زنم. آب بیارید. آب. اصلی کجا؟ دستشویی کنم. خب چرا؟ چون الان من میخوام برم. نه بابا اصلا ندارم. یه بار میزن چند تا هست. یکیشو برده بزن. باش. رفتم کارو در آوردم. فقط یه چیزی خواستم بگم من به شما. چی بگم؟ ماما خواهم صداهاتو بشنوم. بابا بس کن دیگه کلینجلی. چقدر تو کر میزنی بابا. به قرآن یه دونه حرفا این هم خنده دار نیست. کل فیلم این با فشاری کردن این من داره خنده دار میشه که خودم به این هم نمیگم. آقا اصلا فشاری حالم بده. خیلی خوب بابا باشه. این آدم حرفتو بزن. آره یه چیزی خواستم بگم که این توپر میدونی کی بهم داده؟ کی؟ پسرمون. حرام. ها؟ چی حرام یعنی برگم؟ چرا؟ باشه الان به توضیح میدم. حالا بگو. آره داشتم میگفتم. ببین میگم بسکن چرا اینو الان داری میگی؟ زودتر میگفتی خب میرفتی خونشون. پشمام چرا به ذهن خودم نرسید؟ چون تو مغزت پوچه دیگه. اینو دیگه خدا هم میدونه. واقعا نمیدونم خدا رو عقلت چقدر کار کرده. سلام. چی اول فصل؟ چی اومدی؟ اول فصل کجا خود فاجعه رو بگیریم؟ نمیخواستم برم. خب سبحان الله نشانه ای از قیامت. اینو میخواست بگیم. میخواست بگی که خدا از هر 26,000 نفری که خلق کنه یه نفر شده. این علی نعمت من هم 26 نفره رویم. پشمو یا اول پشمو نشانه ای از سبحان الله. میدونستم. خیلی خوب دیگه برو. من داری میترسم. من اصلا خبری نداشتم. اصلا بابا نه بابا اصلا. برداشتم. واسه بینم. اون توپه بر من بودا. توپه بله بده. یه دقیقه آروم باش کم ببری. یه دقیقه آروم باش تو. یه دقیقه آروم باش. یه دقیقه این ویدیو رو ببین. اوکی چی؟ خب که چی که دل غیب دارم بهت میگم توپ دست ما نیستی که دزدیدن. بس میبینیم پیمان. بیا خداحافظ یوسف. اصلا سوال کردن نیومد بابا. خداحافظ کنان تو. باش خداحافظ کردن علی جون.
البته یوسف بایسته رو میدونم پسری ای کابل باقلام خداحافظ.